موضوع برمیگرده به چند روز پیش، زمانی که میخواستم بدونم از چه فاصله‌ای میشه ایستگاهی رو گل کرد. پس از 19 متری شروع کردم و هر بار که گل بزنم 5 متر از دروازه دور میشم. حتما تا آخر ویدیو رو ببین چون قراره دورترین ایستگاهی عمرتو ببینی. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به آراکور. آراد هستم، موجی چنل. زیاد پرحرفی نمی‌کنم، بریم سراغ چالشمون. بریم سراغ ایستگاهی 19 متر. با اولیش که شروع میکنیم قطعا گل نمیشه، دومیش هم همچنین. نمیدونم، فقط فکر کنم منم که نمیتونم یه ایستگاهی 19 متری رو گل بکنم و واقعا جالبه که نمیدونم چرا از این فاصله گل سخته باشم، ولی چهارمی گل شد. حتما بچه‌ها به گلا نمره بدین. هایپر موشن کارم واسهتون گذاشتم بابت هر ایستگاهی که گل شده. حتما نمره بدین به گلایی که حالا از نظرتون قشنگ بودن یا سخت بودن. از 1 تا 10 به سختیشون نمره بدین، از 1 تا 10 به خود گل نمره بدین که جذاب بود نبود، خیلی کشکی وارد دروازه شد یا نه. گل ضربه ایستگاهی 25 متر می‌بینیم دیگه، اولش که گل نشد، دومیش هم گل نشد. بریم سراغ ضربه سوم که گل میشه. فکر کنم یکم که از محوطه جریمه دورتر باشیم راحت‌تر گل زدن از ضربه ایستگاهی، چون وقتی فاصله 19 متری هستیم مثلا چسبیده به محوطه، تا بیاد تو از روی دفاع یعنی بلند بشه و حرکت بکنه بره سمت دروازه، کلا از دروازه رد میشه. ولی خب مثلا یه 4-5 متر عقب‌تر این توپ یه قوس برمی‌داره دیگه. گل 27 متر قطعا اولیش گل نمیشه، دومیش هم گل نمیشه، سومیش هم فکر کنم همچنین. آره، زومری که اونجا وایساده یه تنه داره گلا رو داره ضربه ها رو میگیره، ولی چهارمیش گل شد و هالندی که الان اونجا واسه خودش خوشحالی گل رو به شهاد. هایپر موشن کارم ببینیم حتما. گلایی که بریم بالاتر که اصلا چیز عجیب غریبی. اتفاقا هالند رو واسه همین کار انتخاب کردم، یعنی هالند رو شاید از فاصله نزدیک هر بازیکنی بتونه مثلا اون ضربه رو گل بکنه، ولی یکم که از دروازه دور بشیم نه. گل 30 متری، ضربه ایستگاهی 30 متریمون 4-5 متر میام عقب‌تر دیگه که قطعا دومیش گل نمیشه، سومیش هم همچنین. چه تیری خورد، پنجمیش هم تیر خورد. داره زومری که وایساده فقط نگاه میکنه، فقط 3-4 تا تیر زدم، ولی این گل قشنگ بود. انصافا این گل قشنگ بود، یعنی دیگه رفت سجاف دروازه، از اون طرف هم زومر یعنی به دستش هم خورد ولی گل شد. نگاه توی هایپر موشن معلومه هم دفع کرد هم خورد به تیرک و رفت تو دروازه، یعنی دیگه خیلی گوشه بود، انصافا گوشه بود. و میگم واقعا سخته، یعنی بریم جلو خیلی سخت‌تر میشه. ضربه ایستگاهی 35 متر که فکر کنم حالا درگیریم تا گل بشه. چه تیری خورد یا خدا، چه تیری خورد. گفتم حالا بریم یکم عقب‌تر میبینیم 50 تا ضربه. یعنی من این اعداد رو میبینم فشار میخورم، چون واقعا دهنم سرویس شد تا تونستم این ایستگاهی ها رو گل بکنم از این فاصله، ولی 71 گل شد. بریم بالاتر اعداد عجیب غریب تری میبینیم، قطعا بهتون قول میدم. یعنی بریم یکم بالاتر قطعا یه اعدادی میبینیم که باورتون نمیشه. هایپر موشن جذابی داشت، هایپر موشن واقعا جذابی داشت. چه گلی شد انصافا. به گلا حتما گفتم نمره بدین از 1 تا 10. گل 41 متر و میریم سراغ ناکل بال دیگه، یعنی دیگه جواب نمیده کات درون پا و بیرون پا دیگه جواب نمیده و باید بریم سراغ ناکل بال. و به خاطر همینم هالند رو انتخاب کردم، چون دیگه به فاصله های بالاتر از این برسیم دیگه هیچ بازیکنی جوابگو نیست.
یعنی فقط حالا میتونه همچین ضربایی بزنه و 58 گل شد. چه گل خوشگلی شد، چه ناکل. عاشق گلای ناکل بالم، یعنی اصلا این سرعتی که داره الان تو هایپر موشن هم میبینیم یه سرعتی فکر کنم مثلا الان یکی فکر کنم یه عدد 157 کیلومتر بر ساعت بود، این یکی سرعت بالاتر هم فکر کنم بتونه بزنه ولی این یکی مثلا این عدد بود و میگم هم سرعت خیلی بالایی داره هم توپ اگه دقت بکنین تو هوا اینجور قشنگ تکون میخوره. ایستگاهی 45مین متر، ببینین دیگه چه فاصله. بعد یکم هم زاویه رو آوردم سمت چپ، یعنی مستقیم هم نیست، قشنگ یکم زاویه دار سخته و میبینین که اعداد داره میره بالا. 40 متر 50 متر میگم 50 متر 50 ضربه و 54 و گل. چه گلی شد میگم، یعنی واقعا اصلا ناکلبال واقعا چیز جذابیه به نظرم. اینم یه فکر کنم ایلاخی بود که تقریبا زینه کرد. حالا ببین این چند کیلومتر بر ساعته، 163 کیلومتر بر ساعت. میگم یعنی اصلا ضربه‌های ناکلبال واقعا جذابه، واقعا شیک. حتما بچه‌ها ایده‌هاتون هم واسم بنویسین، تو کامنت‌ها ایده رو بگین، قطعا میرم سراغشون دیگه، ایده‌هاتون رو حتما انجام میدم. 50مین متر، ایستگاهی 50مین متر و ببینید که الان چقدر قرار فشار بخورم. 10مین ضربه، 20مین ضربه، میریم بالا، یعنی همراه من بیاین چون قرار خیلی شوت بزنم و باورتون نمیشه فکر کنم تقریبا 2 ساعت کارم بود اینو فکر کنم گل بکنم اگه اشتباه نکنم. نمیدونم 2 ساعت چقدر. واقعا سخت، یعنی واقعا سخت. و این عددی که میبینید 251 که 251 کنیم گل میشه، حتما بهش نمره بدیم، یعنی واقعا سخت بود گل کردنش. هایپر موشنش هم ببینید چه عددی ثبت شده، 161 کیلومتر بر ساعت. نگاه شد خوشگلیه میشه. این عددی که 251 می‌بینید باید بالای 350 باشه. واقعا دیگه آخر کار حوصله‌ام نبود یادداشت بکنم، خیلی هاشو یادداشت نکردم. حتما بچه‌ها به گلا نمره بدین، حتما ویدیو رو لایک بکنین، کامنت بذارین واسم، حتما بهم انرژی بدین، میخونم. خیلی ممنونم ازتون. مرسی که ویدیو رو میبینین و همراه همین. عاشقانه دوستتون دارم. حتما سابسکرایب کنین. مرسی، تشکر.